سلام، خیلی خوش اومدید به ویدیو جدید. شب یلداتون مبارک باشه و امیدوارم زمستون خوبی داشته باشید. سالی پربرکت، پربارون و پربرف. سلام، شب یلداتون مبارک باشه. ان شاءالله که امروز که طولانی ترین روز ساله شب ساله کنار خانواده بهتون خوش بگذره. رباتای انسان همه کیشی زمستون خیلی خوبی داشته باشید. درود و 200 درود خدمت تمام حضار گرامی و بینندگان داخل خانه. امیدوارم که شب یلدای خوبی رو سپری کنید. مرسی، خداحافظ. کلی چالش و مسابقه داریم که الان چالش اولو بهتون توضیح میدم. چالش اول یه سری سوالات از بچه‌ها میپرسم که اطلاعات عمومیه راجع به شب یلدا. ولی بعد از اینکه از تو سوالا رو پرسیدم و از تو پرسیدم، هر کس بیشترین جوابو بده برنده است. سوال اول، نام دیگر شب یلدا چیست؟ شب چله. گزینه داره: 1. شب چله، شب آغاز زمستان، 3. شب زایش خورشید، 4. شب نیمه سال. شب چله. مطمئنی؟ آره. چرا در شب یلدا فال حافظ میگیرن؟ سنتی از دوره قاجار، به دلیل مقدس بودن شعر حافظ، نماد روشنایی و رهایی از تاریکی، چون حضرت حافظ شب یلدا به دنیا اومده. فکر کنم نماد روشنایی اینا. نماد روشنایی اینا نیست. مقدس بودن شعر حافظ مقدسه. درست. سوال 3. در فرهنگ قدیمی ایرانیان خوردن هندوونه نماد چیست؟ دفع گرما، حفظ سلامت در زمستان، احترام به فصل تابستان، 4. خوششانسی در سال بعد. 4 اشتباه. آخیش اشتباه. حالم خوبه. اشتباه میگه خوشحال میشم. در کدام دوره تاریخی شب یلدا یکی از آیین‌های مهم طبقه اشراف بوده؟ هخامنشی، ساسانی، اشکانی، ایلخانی. ساسانی. باریکلا. جدی به خدا. پشمام. اولین بار واژه یلدا در کدام زبان آمد؟ 1. عربی، یونانی، پارسی، 4. سریانی. پارسی دیگه. اشتباهه. کدام گزینه به عنوان نماد فراوانی در شب یلدا است؟ 1. گردو. امیرعلی بهت میگه همه رو. نه بابا من ناموسا میگی؟ من درس میخونم. دیگه میگم. کدام گزینه به عنوان نماد فراوانی در شب یلدا است؟ 1. گردو، 2. پسته، 3. کنجه، 4. نخودچی. نخودچی. نه. الکی نگو. یه فرصت دیگه بده. داداش نخودچی نیست. بابا نیست. نه. مام بزرگم. چی میگفت؟ نخودچی. مام بزرگم میگفت نخودچی. نه. گردو. یه فرصت دیگه بهت میدم. نه یعنی درست گفتی. یه فرصت دیگه بهت دادم منظورم. از افعال بعد نیست. در جنوب ایران خوردن کدام غذا در شب یلدا مرسوم است؟ 1. باقالی پلو، 2. سمبوسه، 3. آش یلدا، 4. قلیه ماهی. قلیه ماهی. از کجا میدونی؟ داداش من خودم بچه‌م اونجا. مامان بزرگ از این ویدیو رو می‌بینی. من واقعا نوکرتم که این آموزه‌ها رو به اسم مادر بزرگت چیه؟ فاطمه. چی بهش میگی؟ مامان جون میگم. مامان جون فاطمه. اگر داریم ویدیو مهربونه؟ خیلی. چه غذایش خیلی خوبه؟ قرمه سبزیش. میخوای دلش نه به نشه؟ خدا به قرآن خیلی خوبه آجی قرمه سبزیش. پس یه روز دعوتتون کنم بیاید. بیاید خدا وکیل. با کل بچه‌ای که دارن ویدیو رو بچه‌ها قدمتون خونه جا نداره. خونه جا نداره. نه. چه چیزی را به عنوان نماد گرمی و خورشید داداش بسته دیگه. روی میز میگذارن؟ سینی نقره، چراغ، گلدان، شمع. مطمئنی؟ آره چون که فقط شمع. آقا نمیشه که همه سوالا رو درست جواب بدی. یه اشتباه باید بگی. ببین من الان بچه‌ها فهم کنن سوالا رو بهت دادم. بگو که واقعا هیچ. نه واقعا بچه‌ها. چرا یلدا رو جشن میگیرن؟ قبل اینکه گزینه‌ها رو بهت بگم، اینو بهت بگم که 2 تاش درسته. هر کدومو بگی من قبول میکنم. شروع زمستان، شروع برف و باران، 3. بلندترین شب سال، آغاز بلندتر شدن روزها. بلندترین شب سال. درسته. هم بلندترین شب ساله جشن میگیرن شب یلدا رو، هم شروع زمستان. تو یکیشو گفتی، خب درسته. در نجوم وقتی طولانی ترین شب سال رخ میدهد به این اتفاق چه میگویند؟ انقلاب تابستانی، 2. اعتدال پاییزی، انقلاب زمستانی، 4. حضیض. نه، انقلاب زمستانی درسته. خواستم بگم پس چرا نگفتی؟ حضیض یکم اسمش جدیدتر. قدیمی ترین سند تاریخی مربوط به شب یلدا به چه دوره‌ای نسبت داده می شود؟ اشکانی، 2. ساسانی، 3. هخامنشی، 4. مادها. کی بهت گفت؟ به خدا هیچ کی نگفت. واژه یلدا به چه معناست؟ روشنایی، 2. چرخش، 3. زایش یا همون تولد، 4. شانس. میتونم تماس داشته باشم با کی؟ فردوسی. زایش تولد. برای چی یهو گفتید یلدا؟ بابا به خودم اینجوری شانسی گفت. هر کی رو میگه میخوام. من متاسفم. خوردن چه چیزی برای دور کردن سرماخوردگی در یلدا توصیه می شود؟ زنجبیل، انگور، خرما، کنجد. زنجبیل. کی بهت گفت؟ بابام به خدا هر روز داره زنجبیل میخوره با چایش. چرا؟ مشکل داره. چه مشکلی داره؟ گلوش بابا.
در زمان گذشته اگر کسی هندوانه شب یلدا رو کامل نمیخورد اعتقاد داشتن اگر کسی هندوانه شب یلدا رو کامل نمیخورد اصلا ایستی گفتی دیگه نمیتونم سوالو بکنم. اگر کسی هندوانه شب یلدا رو کامل نمیخورد اعتقاد داشتن چی میشه؟ در زمان گذشته اگر کسی هندوانه شب یلدا رو کامل نمیخورد اعتقاد داشتن چی میشه؟ در زمستون بدشانسی میاره، تو بیشتر سرما میخوره، 3 بدن او ناتوان میشه، زمستان سختی خواهد داشت. در زمستان بعد شانس میشه. نه بازم به فرصت میدم. بدنش ناتوان میشه. نه زمستون سختی خواهد داشت. بیشتر سرما میخوره. همه رو گفتی جز اون گزینه. اصلا اگه ببین اینجا سوال بود، در فرهنگ قدیمی ایرانیان خوردن هندوونه نماد چیست؟ حفظ سلامت در زمستان. بدن سلامت بود دیگه. میگه نخوری چی میشه؟ سرما میخوره. اونم اشتباه گفته بود. فالگیری در یلدا بیشتر تحت تاثیر چه فرهنگ‌هایی شکل گرفته؟ ایلامی، عربی، 3 زرتشتی، 4 یونانی. زرتشتی فکر کنم. تو گفتی؟ نه بابا. من چقدر بی‌اعتماد شدم به سوال بچه. قدیمی ترین رسم یلدایی مربوط به کدام ناحیه ایران است؟ 1 خراسان، 2 فارس، 3 کرمان، 4 آذربایجان. خراسان. گفتی؟ نه بابا من اصلا داداش مسعود نگاه کن تا نگه. الان دیگه نمیتونی کاری بکنی. باش. چرا گفتی خراسان یهو؟ چون اصلا پایتخت اون زمان ساسانیان تو خراسان بوده توش. خراسان درسته چون روایات قدیمی تری داره. معنی اتریک خیلی رندوم می‌خواست. معنی چله بچه‌ها چیست؟ روزهای میانی زمستان. اتریک. فشار. 2 پریهای زمستان. 3 بچه‌هایی که در یلدا متولد میشوند. رقصندگان مخصوص چله. بچه‌ها که توی شب چله متولد میشن. گزینه 3. بله. کدام کشور جشن مشابه یلدا رو داره؟ چین، ارمنستان، ایتالیا، 4 هند. یه هند. نه یه فرصت دیگه بهت میدم. ارمنستان. چرا ارمنستان یو؟ تا گفت نه به خدا چون نزدیک ایرانه، گفتم شاید یکی از جاهای آفرین. کدام شاعر فارسی بیشترین اشاره غیر مستقیم به یلدا رو در اشعارش دارد؟ 1 نظامی، 2 سعدی، 3 فردوسی، 4 حافظ. حافظ دیگه. درست. خوردن چه غذایی در شیراز برای شب یلدا معروف است؟ شکر پلو، آش انار، 3 هویج پلو، 4 کلم پلو شیرازی. بابا به دستمو نگاه کن، چرا اینجوری چقدر شک داری؟ آش انار خیلی خوب. اصلا ببین من اصلا نگفت. سر جوابش دو تا پلو میزنه. اینا قبول نمی‌کنیم. رسون یا نه؟ صادقانه. چون صادقانه گفت قبول می‌کنیم. قدیمی ترین شعر درباره شب یلدا متعلق به کیست؟ 1 فردوسی، 2 حافظ، 3 رودکی، 4 خاقانی. اشتباه. فردوسی. اشتباه. خشکبار یلدا از چه دوره مرسوم شد؟ 1 صفوی، 2 قاجار، 3 آل بویه، 4 ساسانی. صفوی. درست. چرا چراغ یا شمع در یلدا استفاده میشد؟ 1 جلوگیری از خواب، نماد خورشید و روشنایی، دفع ارواح، 4 رسم شاه. نماد خورشید و روشنایی. درست. کدام میوه در گذشته در بعضی از مناطق ایران جایگزین هندوانه در شب یلدا میشده؟ انگور، 2 زردآلو، 3 سیب، 4 ازگیل. اوزگر. نه. گزینه 3 چیه؟ سیب. همون. اشتباه. ازگیل. در افسانه ها و روایت ها بابا چله کیست؟ فرستاده سرما، نگهبان شب، همسر ننه سرما، دیو تاریکی. بین همسر ننه سرما موندم با چی؟ نگهبان شب، فرستاده سرما. همسر ننه سرما. همسر ننه سرما. نه فرستاده زمستان. اشتباه. همسر ننه سرما درست. بابا چله همسر ننه سرماه. در خرافات قدیمیان نگاه کردن به کدام چیز در شب یلدا شانس می آورد؟ دانه انار، 2 شعله شمع، 3 سایه خود شخص، 4 ماه. نه سایه خود شخص. نه همون دیگه داشت 10 تا گزینه نمیتونی بگی که. دانه انار. در برخی روستا رسم گرداندن سینی نماد چیست؟ پیروزی، 2 گردش سال، باروری، 4 احترام به بزرگان. فکرم گردش ساله. برای چی؟ چون تا نه به خدا تا نگو. در قدیم باور داشتن اگر در شب یلدا برف ببارد چه چیزی رخ میدهد؟ سال بعد خشکسالی می شود. 2 زمستان سردتر از همیشه است. محصول سال بعد فراوانتر می شود. 4 زمستان سختی در پیش است. اما اینه که زمستان سرد. نه محصول سال بعد فراوان می شود. فال انار چگونه گرفته می شود؟ شکستن انار و تفسیر ترک ها، شمردن دانه های انار، انتخاب انار با چشم بند، فشردن آب انار روی خاک. شمردن دانه‌های نه.
اشتباه دیگه هم بهت فرصت نمیدم. او نه خدا وکیلش فرصت بده. یه فرصت 38 میلیون تا فرصت بین دادی. خب باش یه فرصت ببری. دوی وادی گزینه رو شکستن انار و تفسیر ترک ها. شمردن دانه انار. شکستن انار. اشتباه. تو گفتی آره بش. من محسود جون مادرت نگفتی. گفتم. در برخی مناطق ایران رسم بوده شب یلدا چله نشینی انجام میدادن. چله نشینی چجوری انجام می شود؟ تقسیم کردن شب به 2 بخش برای دعا، روشن نگه داشتن آتش تا صبح، ساختن طناب برای دور کردن بدیها، نشستن کنار بزرگ خانواده برای گرفتن برکت. 4 درست. امیرعلی 9 تا جواب درست داد و تاها 11 تا. تاها برنده شد. نظرت چیه راجع به تا؟ نظرم اینه که 5 تا سالش کمک کردم. 5 تا همین الان از تو. چند تا کمک کردی؟ همین الان کم کنم ازش. 4 تا. منهای 4. تاها 7، امیرعلی 9. وقتی به رسومه میگی این سوال من با گفتن کلمه هتریک به صورت پشت سر هم میگین بهش رسوندم. دیگه چی رسوندی بهش؟ این چرا چی گفتی چه چی زدم؟ الان شاید 7 نه همون عددایی که گفتی. میریم آیتم دوم. این آیتم چجوریه؟ من یه سری کلمات تصادفی شانسی بهتون میگم رندوم. شما باید با این کلمات اول جمله بسازید بعد به حالت شعر بخونیدش. کلماتتو میگم: سرما، سگ، هوا، بی‌نهایت، غمگین، نابود، سنگین. با بنویسم. بنویس. کجا بنویسم؟ این پایین. خب شعرتو نوشتی؟ بله. اول جملهشو بگو. این سگ را میبینی که بود غمگین و داشت فاز سنگین، نابود گشته بود در این هوا و یخ زده بود در این سرما، پس به سوی بی‌نهایت و فراتر است. خب قشنگ بود. حالا به شعری بخونش. فاز شاعرانه. این سگ را میبینی که بود غمگین و داشت فاز سنگین، نابود گشته بود در این هوا، یخ زده بود در این سرما، پس به سوی بی‌نهایت و فراتر از آن. قشنگ. حالا کلمات امیرعلی: شب، صبح، یلدا، نمیخوام، سنگین، عاشقشم، آبی. اول جملهشو بگو. جملهشو میگم. میگه شب یلدا بود، من بودم و یار چشم آبیم، گفتمش عاشقشم، با نگاهی سنگین گفت نمیخوامت. صبح بود، من بودم و یارم نبود. حالا به صورت شعری بخونش. میگه شب یلدا بود، من بودم و یار چشم آبیم، گفتمش عاشقتم، با نگاهی سنگین گفت نمیخوامت. صبح شد، من بودم و یارم نبود. کلماتم: سفره، شراره، شنبه، شمس الدین، شرمسارم، شیراز، لبو. اول جمله رو بگم. شمس الدین لبو گفت کامان شیراز، گفتم شرمسارم، گفتا شنبه شراره سر سفره هستا، گفتم میایم. شمس الدین لبو گفتا کامان شیراز، گفتم شرمسارم، گفتا شنبه شراره سر سفره هستا، گفتم میایم. مرسی. میریم سراغ آیتم سوممون. یه سری معما من بهتون میگم و شما باید حل کنید. بازم از من. روی سفره یلدا 10 دانه انار است. اگر در هر مرحله نصف دانه ها خورده بشه و یکی از اونا باقی بمونه، چند مرحله طول میکشه تا تمام دانه ها خورده بشه؟ در هر مرحله نصف، یعنی 10 تا دونه اناره نصفشو میخورن تو هر مرحله. 20 مرحله. 20 مرحله طول میکشه. 4 مرحله طول میکشه. اشتباه گفت. یه انار کامل داری، میخوای اونو به 7 قسمت مساوی تقسیم کنی، ولی فقط با 3 تا برش. چجوری؟ معما رو حل کن. نمیدونی. 2 برش به صورت عمودی برای ایجاد 4 قسمت، برش سوم افقی برای ایجاد شدن 7 قسمت. چه چیزی همیشه در یلدا کوتاه هست اما هیچ وقت کوچک نمی شود؟ روز. چون شب یلدا روزش نمیدونی دیگه داداش. چه چیزی در شب یلدا بلند است اما وزنی ندارد؟ شب. چرا؟ هم بلنده. خب یه دقیقه بلندتره بالاخره. وزنم که شب و وزن میشه. شما شب میذارید بازکن تر. تو یه امتیاز گرفتی، تو 0 امتیاز. آیتم بعدی قراره طراحی کنید. من بهتون نمره میدم. تو یه هندونه میکشی، تو یه انار. من بهتون نمره میدم. سلطان طراحی ایران انزال اساس پیکاسویی نکنید. از 1 تا 10 بهتون نمره میدم. شروع کنید. 5 دقیقه وقت.
رشته گرافیک برو بیرون برازر. مدیر طاها جان اگر داری این ویدیو رو می‌بینی همین الان اخراج کن، اصلا به درد این رشته نمیخوره. اول به کار کدومتون نمره بدم؟ تو من تو به این کار آخه من چند بدم؟ قاچ خورده وسط اندونه قاچ ازش در اومده. از 1 تا 10 بخوام نمره بدم 5 میدم بهش. آخه به این کار من چند بدم؟ قرمز فقط کشیده. 4 از 10. قبل از اینکه آیتم بعدی رو شروع کنیم دهنتون رو بفرمایید کامتون رو شیرین کنید. این خدمت شما. نوشه جان. آقا بفرمایید ببخشید. اپویستن. آیتم بعدیمون بعد واسه هم فال بگیریم. تو واسه من میگیری و من باید سعی کنم چیزی که تو خوندی رو معنی کنم. تو میگی با چه لحنی من معنی کنم. بذار قبلش نیت کنم. نیت رو کردم باز کن. سمت راستو میخوام. با چه لحنی اولا؟ لحن هندی چجوری حرف میزنه؟ هندی حرف بزنم. حرف بزنم چجوری؟ السلام وال این دیگر نگاه کن اینجوریه داداشی. اسم مردا یادم رفت. بابا اون که میگه مادر اینجوری؟ آره. باشه. خیال نقش تو در کارگاه دیده کشیدم، به صورت تو نگاری ندیدم و نشنیدم. حافظ میگوید هندی خیلی سخته. حافظ میفرماید اصلا نمیشه هندی صدام چرا میگوید زور میزنه. میگوید در کارگاه نقاشی مرا کشیده است به صورت زور میزنه این. مثل صورت دو با واسه تاها بگیم سمت راست چپ با چه لحنی؟ انگار یه فشار روشه. ما آزموده ایم در این شهر بخت خیش. ما تو آزمونیم. در این شهر بخت خیش. ما تو آزمونیم. ما توی این شهر خوشبختی خودمونیم. بیرون کشید باید از این ورترخت خیش. درش آورد درخت که باید درش میآورد. نیت کن اول راست چپ چپ. با لحن انگار سگ دنبالته داری میدوی یه سگ پشت سرت اینجاته میخواد گازت بگیره. به تیغم گر کشد و دستش نگیرم. چی؟ سگ الان گرفت. به تیغ بیدویدم سگ دستشو نگرفت. چی؟ دگر تیرم دگر؟ زن منت پذیرم. دیگه منتی چیو نمیپذیرم به این تیغ. بودو گرفته. دارم. بچه‌ها اینا صرفا واسه شوخی بود واسه فان ویدیو بود. شوخی و فان ویدیو بود. لطفا به دل نگیرید. قصد توهین یا مسخره کردن نداشتیم. حالا یه دونه هم فال واسه مردم بگیریم و دیگه ویدیو رو تموم کنیم. یه گریه کنیم. یه ویدیو یه ویدیو بگیریم قبل گریه. چون ویدیو داره تموم شه گریه هم گرفته است. بچه‌ها یه فال هم واسه شما بگیریم. نیت کنید. معنیشو براتون میخونم. در راه رسیدن به مقصود از مشکلات و موانع عبور کنید و ناامید نشوید تا کامیاب و پیروز شوید. اجازه ندهید کنایه افراد حسود و بددل شما را از رسیدن به هدف باز دارد. به خداوند توکل داشته باشید. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو همراهمون بودید. دوستتون دارم. شب یلداتون هم مبارک باشه. زمستون خوبی داشته باشید. پر برکت و پر برف و بارون انشالله واسه همه مردم ایران. دوستتون دارم. تا ویدیو بعد هفته بعد میبینمتون. خدا یار و نگهدارتون. آخ تو شب یلدای منی دیوونه دوست داشتنی. لبای تو بکشی شما چیکار دارید؟ لبای تو رنگ اناره قرمزی شیرینیش کم میاره بوسه های بعد من میگفت چه آهنگی بدن میاد. حفظش گفت. سلام شب یلدا نه خیلی بده. نمیخوام سلام کنم. نه سلام نکنم که زشته. سلام نه هفته سلام. اون که جواب میده یه شراره لگه تو کرده امانش باشو عروسکی شروع کرده